اس پروداکشن تقدیم میکند. پری تو هم پر. سردارم در وقت درس تربیت جسمانی فقط 5 میگرفتم. میگم 5 پولکی بود. پریدن نمیپرم اینه که سلیم بشوریم. ادام شال درس تربیت جسمانی رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدرم یکشان بخدا. من اون آدم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کن. ایستو ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را بیاک مرا حمایت کن. سردارم سردارم خدا جهت رو جنت کردولد. سردارم نابودی خودت ینگه حالی افشید. یاریه لرن یاردم ده. سردارم زنده شما رو لمن حاضر نجات بدید. یا بسم الله. اوف لوند خدا جزایت را دهد. سردارم من شما را از پایتان قبیلم که باز نفتید. شما هم نامردی نکنید باز سردید. لا اله الا الله. کلتکیلاس حالا هم کلتکیلاس میگه. من زاغی سیاه دستم را سرده. اگر سردی هم میافتی سرده دیگه کلر جان. از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است. دستم را سرده. این آدم شما را چیکار کرد؟ خیلی مالش این مسئله شما و من چی؟ این رابین حالا هم هیله میکند. کلتکیلاس هستی آکر. دستم را سرده. سردارم فکر خودت رو نکن از ما رو بکن. آخر ما بسیل نقشه زیاد داریم. اکای زاغی سیاه بردارش. چشم داونت را پوش. خب کنه ده. حاضر وقت گپ زدن است. فکرهایم رو پراکنده کردی. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی نپرس گفتید نمیپرسم. التماس گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخی همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما بیرون نکن. بپرس شایره چی تو؟ دست حق زنی ملیسه را بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دیگه میگم که با آتلا زور بشه. سر بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلاس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغا. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پر. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلاس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغی سیاه کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها در آخر اشاره یافتم. چوکر هستی؟ سردارم بینید زاغی سیاه رو دستید کردم. بینید باشما زاغی سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یکم دلیل داری؟ ها؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاه‌ترش نیفتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس با تای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد.
من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدم. در کوچه نگرد. راسته در خونتون خواب. اولالا ماما میا. این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاقت. السلام خانم سلین. سیات هستید؟ خدایا چی خیلی تصادف. چی خانم سلین؟ یکون کاری بد است؟ تو کی از من دور میشوی؟ سلین جان با این گپا لیمیتی عادی رو در نظر دارد یا لیمیتی پلیس رو؟ دمت رو گیر. نه من یعنی شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمیکنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک این همان دختر نیست؟ همون است. خانم سلینه آیا خونه تا یکو از خوزگاری اومد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت لوین جمعی سلین برابری لوباف چی خیلی فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چور چشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چی خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار سگی را می بردارم. فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته ایستاده با نام لوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر این چیزا نروش میگن. حاضر در دستات میزنم بعد احوالت میبینم. اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چی خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده ایستاده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر با معرفت تر است. خانم من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفاً خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین مادامی که این خیلی میخوید من دیگر از پشت شما نمیدوم. آتش هیچ قدر را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پرفش کردی. روی همه یاشی خاصی ها این رودشی ها لبه قطعی عاشقی. ای خانم سلین دل مازی میکفه خود من دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نوبت نمیرسم. زیا جان از شینا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به هر دی شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه مانان دستت رو گرفته. ندام را گوش میکنم. این چه خیلی ویدو همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشود آخر این چی رفتارد؟ هنگام رفتن دست میبردارد. دوملو اویسته میشنود آخر. شنوه شنیدن گیرد بس بوده که داخل چقدرش رفت سمیهش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونهیم. دوملو استغفرالله. دوملو استغفرالله. ایبرو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله دوملو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن که اگر من تو رو دارم آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خودش؟ گوش کن خانم زورا 100 بار گپ زدیم. من یک دوملو هستم تو هم فاتح شده ای من هستی. ای این خیلی رفتار با تو نمیسه. اما دوملو او دوستی نزدیکی من است. من زد کسم دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم؟ دوملو مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمی کردیم خوب مناسبت نمی کردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیلی رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر تو فاتحه شده ای من هستی. این خیلی هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دستورتری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن. این خیلی نمیشود. چه خیلی اون سمی به شرم با تو نظر کرد با من معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر من مقصد جوانان رو میفهمم میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم دوملو. آفرین. اس پروداکشن